همه قصه های کودکی ما این گونه آغاز شد. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اما چگونه ثابت کنیم که خدا بود و هیچ کس نبود؟ آیا آغاز ادبیات ما دروغی بیش نبود؟ اصلا خدا ما را آفرید یا ما خدا را؟ در جستجوی پاسخ برای شناخت منابع هستی، حق با کدام یک است؟ علم یا تصورات گذشتگان؟ چرا بزرگترین فیلسوفان و دانشمندان جهان خدا ناباورند؟ آیا می دانید خدا ناباور کیست و خدا ناباوری چیست؟ چرا جوامع امروزی نیاز به خدا ناباوری دارد؟ چرا حذف داستان خدا از زندگی لازمه آینده بشریت است؟ اینها و صدها پرسش دیگر در سلسله برنامه‌های چرایی انکار خدا. بخش اول، آشنایی با 4 تن از خدا ناباوران معروف جهان. کریستوفر هیچنز، زاده 13 آوریل 1949، در گذشته 15 دسامبر 2011 نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار انگلیسی آمریکایی و از صاحب نظران مکتب ضد خدایی بود. اعتقادات و اظهار نظرهای بی‌پروا و خاص او سبب شهرتش شده بود. هیچنز خود را ضد خدا می‌نامید و می‌گفت فرد می‌تواند بی خدا باشد و در همان حال آرزو کند که ای کاش باور به خدا راست بود. حالان که یک ضد خدا کسی است که بسیار از این موضوع که شاهدی بر وجود خدا وجود ندارد خرسند است. از کتاب‌های مشهور وی خداوند بزرگ مرتبه نیست، چگونه دین و مذهب همه چیز را مسموم می کند و آخرین کتاب او هیچ 22 یک شرح حال می باشد. دانیل دنت، زاده 28 مارس 1942، فیلسوف، نویسنده و دانشمند شناخته شده اهل ایالات متحده آمریکا است. او در زمینه فلسفه ذهن، فلسفه علم و زیست شناسی به ویژه فرگشت و علوم شناختی پژوهش می کند. دنت خدا ناباور است و از حامیان جنبش روشنها به شمار می آید. او بخشی از کودکی خود را در لبنان سپری کرده است. از جمله نظریات معروف وی در فلسفه ذهن پدیدار شناسی ناهمگن است. دنت منکر وجود کیفیات ذهنی است و حالات ذهنی را محصول تکامل نوع می داند. دنت از میان نظرات مربوط به ذهن به کارکردگرایی غایت شناختی گرایش دارد. ریچارد داوکینز، زاده 26 مارس 1941، استاد صاحب کرسی دانشگاه آکسفورد در درک عمومی علم از سال 1995 تا سال 2008 بود. رفتارشناس، زیستشناس فرگشتی و نویسنده کتاب‌های علمی برای عموم است. او عضو انجمن سلطنتی علوم و انجمن سلطنتی ادبیات بریتانیا است. داوکینز کتاب‌های متعددی در زمینه فرگشت نوشته است. نخستین کتاب او با عنوان ژن خودخواه که در سال 1976 منتشر شد. از آن پس او چندین کتاب در شرح و بحث جنبه‌هایی از مفهوم انتخاب طبیعی نگاشته، فنوتیپ گسترش یافته، ساعتساز نابینا و صعود به قله‌های ناممکن از جمله کتاب‌های وی می باشد. داوکینز از منتقدان بزرگ آفرینشگرایی و یک بیخدای مشهور است. سم هریس، زاده 1967، یک نویسنده آمریکایی و از هواداران شکاکیت علمی است. در سال 2005 کتاب پایان ایمان او برنده جایزه پن مارتا آلبراند شد. کتاب نامه‌ای به ملت مسیحی در سال 2006 پاسخ دفاعی وی به منتقدان اولین کتابش محسوب می‌شد. هریس در مورد ذکر جزئیات مربوط به زندگی شخصی و تاریخچه خانوادگی خود محتاط است. او گفته است که در خانواده‌ای با مادری یهودی و پدری عضو فرقه کویکر رشد یافته است. در سال 2009 در برنامه پخش زنده با بیل مار، هریس اظهار داشت که او در خانه سکولار بزرگ شده و پدر و مادرش هرگز درباره خدا بحث نمی کردند. با این حال او همواره به موضوع مذهب علاقه داشته است.